باره میگوید آمد نزد دیدن کریزه ای که یک زن بالای یک جایگاه دو نفره پرتافته است، لکن خودش تنها خواب است و بالای بسترش چی میگوید کاش که شوهرم در پهلو میشد و با او در این جایگاه خوابم بازی میکردم، کاش که شوهرم در پهلو میشد و از بوی او و از خود او مرد من استفاده میبردم. چیکار کنم که امروز جایگاه من خالی هست؟ چیکار کنم که امروز شوهر من در جهاد است، درک و پیوی نیست؟ به خدا قسم، این زن گفته ایستاده است، به خدا قسم از خدا میترسم و الا در این بستر خود آتش میزدم. مقصد از خدا میترسم و الا مردهای بی انصاف پر است، می آوردم امشب با او شب گذرانی میکردم. لیکن به خاطر خدا، به خاطر حکم خدا این جایگاه خواب تا آمدن شوهر خودم حلال و پاکیزه نگه میدارم. امروز زنای بعضی از مردم ما و شما شوهرهاشون رسیه رفتن، شکایت ها در خدشه ها میان که با همسایه ها ساز گرفتن و بعض جوانهای بی توفیق و گویم بعض جوانهای بی انصافی که بیچاره شوهر او در مدت کار است با این زنی بی انصاف و خیانتکار ساز گرفتن تا آمدن شوهر با او یک جای استراحت میکنن. این زن میگوید از خدا میترسم والله که در این جاگه آتش میزدم. حضرت عمر این سخنها را شنید، ناراحت شدند، سرور بودند، شاه بودند. آمد نزد دخترش حفصه زن پیغمبر خدا. چی گفت؟ گفت حفصه گو یک سوال دارم از تو، همین زن به شوهر چند ماه طاقت کرده میتواند؟ حفصه شرم کردن، اونا ایزا میکشیدن، شرم میکردن، مثل امروز زنهای حاضره به حیا نبودند. شرم کرد، جواب نگفت. دویم با پرسید، بسیار مهم است، جواب گوی. گفت یک ماه، گفت 2 ماه، گفت 3 ماه، 4 ماه، گفت حد آخرش گفت. حد آخر از 4 ماه زیاد دید، گفت زن طاقت ندارد که به شوهر در جایگاه خواب کند. حضرت عمر در حال حکم برآورد در کدام جبهه‌ای که مجاهدین می جنگد مدت جنگ فقط 4 ماه. 4 ماه بعد آمده از زنهاتون خبر گیرید. حکم حضرت عمر صادر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ترس خدا داشت که تا که از حکم او این زنها با بیراهگرد نشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.